رادیو کتاب متعهد به بی‌طرفی رسانه‌ای، همگام با نویسنده‌ها و همسو با حقیقت. سلام و عرض احترام حضور تمام شما شنوندگان و بینندگان عزیز و گرامی. امیدوار هستیم هر کجا که هستید در سایه لطف پروردگار بزرگ سلامت، موفق و سربلند باشید. بار دیگر با برنامه رسم و رواج‌های افغانستان در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که تلاش می‌کند آیین‌ها، سنت‌ها و میراث فرهنگی این سرزمین کهن را معرفی کند و ارزش‌های تاریخی و فرهنگی افغانستان را برای نسل امروز و فردا زنده نگه دارد. افغانستان کشوری است با تمدن چند هزار ساله، تاریخ پرفراز و نشیب و فرهنگ سرشار از زیبایی، تنوع و اصالت. در گوشه و کنار این سرزمین رسم‌ها و آیین‌هایی وجود دارد که هر یک داستان از هویت، باورها و شیوه زندگی مردم را روایت می‌کند. برخی از این سنت‌ها ریشه در تاریخ کهن دارند و برخی دیگر در گذر زمان با باورهای دینی و فرهنگی مردم آمیخته شده‌اند و تا امروز با شکوه خاص برگزار می‌شوند. یکی از مشهورترین و زیباترین این آیین‌ها میله گل سرخ است. جشنی که با فرارسیدن فصل بهار، شکوفایی گل‌های لاله سرخ و سرسبزی طبیعت فضای امید، نشاط و همدلی را در میان مردم زنده نگه می‌دارد. این جشن تنها یک مراسم تفریحی نیست، بلکه نماد از زندگی، زیبایی، وحدت، فرهنگ و پیوند مردم افغانستان با طبیعت به شمار می رود. در برنامه امروز سفر خواهیم داشت و تاریخ، فرهنگ و زیبایی های میله گل سرخ. از پیشینه این جشن گرفته تا آیین‌های آن، نقش آن در فرهنگ جامعه، آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در پایان نیز به چالش‌ها و اهمیت حفظ این میراث ارزشمند خواهیم پرداخت. میله گل سرخ از مشهورترین جشن‌های سنتی افغانستان است که همه ساله با آغاز فصل بهار به ویژه در شهر مزار شریف برگزار می شود. این جشن معمولاً همزمان با شکوفا شدن گل‌های سرخ در دشت‌ها و دامنه‌های شمال افغانستان آغاز می شود و نزدیک به 40 روز ادامه دارد. نام این جشن از گل‌های سرخ زیبایی گرفته شده است که در فصل بهار دشت‌ها را می‌پوشانند و منظره چشم نواز خلق می‌کنند. همین شکوفایی در طبیعت سبب شده است که مردم این فصل را زمان تازه شدن زندگی و آغاز دوباره بدانند. فصل بهار در فرهنگ افغانستان جایگاه ویژه دارد. با پایان زمستان زمین دوباره جان می‌گیرد، درختان سبز می‌شوند، گل‌ها شکوفه می‌دهند و مردم نیز با روحیه تازه به استقبال سال نو و روزهای روشن می‌روند. از همین رو میله گل سرخ به نماد از تولد دوباره طبیعت و امید به آینده تبدیل شده است. در روزهای برگزاری این جشن هزاران نفر از ولایت‌های مختلف افغانستان برای شرکت در مراسم به مزار شریف سفر می‌کنند. حضور مردم از قومیت‌ها، زبان‌ها و فرهنگ‌های گوناگون در کنار یکدیگر جلوه زیبا از وحدت ملی و همزیستی مسالمت آمیز را به نمایش می‌گذارد. از مهمترین بخش‌های این جشن مراسم برافراشتن جهنده مبارک است که هر سال با حضور شمار زیاد از مردم برگزار می‌شود و بسیاری آغاز رسمی جشن‌های بهاری را با آن گره می‌زنند. این مراسم برای بسیاری از مردم علاوه بر جنبه فرهنگی ارزش معنوی نیز دارد و با دعا برای صلح، برکت، امنیت و آبادانی کشور همراه است. اما زیبایی میله گل سرخ تنها به یک مراسم محدود نمی شود. در روزهای برگزاری این جشن فضای شهر رنگ دیگری به خود می گیرد. بازارها پر رونق می شوند، پارک‌ها و باغ‌ها مملو از خانواده‌هایی است که برای تفریح آمده اند. کودکان بازی می کنند، جوانان در برنامه‌های تفریحی و فرهنگی شرکت می کنند و هنرمندان با اجرای موسیقی محلی، شعرخوانی و نمایش‌های سنتی شور و نشاط خاص به جشن می بخشند.
لباس‌های رنگارنگ محلی، غذاهای سنتی افغانستان، شیرینی‌های محلی، صنایع دستی و آثار هنری نیز بخش مهم از این مراسم را تشکیل می‌دهند. زنان و مردان با پوشیدن لباس‌های سنتی زیبایی فرهنگ افغانستان را به نمایش می‌گذارند و صنعتگران با عرضه قالین، گلیم، گلدوزی، سفالگری و دیگر صنایع دستی هنر و ذوق مردم این سرزمین را معرفی می‌کنند. یکی دیگر از جلوه‌های زیبای میله گل سرخ حضور خانواده‌ها در دامان طبیعت است. مردم روزهای بهار را در کنار یکدیگر سپری می‌کنند. غذاهای محلی تهیه می‌کنند، از زیبایی گلها و سرسبزی دشت‌ها لذت می‌برند و لحظات سرشار از آرامش و صمیمیت را تجربه می‌کنند. این جشن نشان می‌دهد که طبیعت و فرهنگ تا چه اندازه با زندگی مردم افغانستان پیوند خورده است. پیوندی که نسل‌های مختلف آنها را حفظ کردند و به آیندگان سپردند. همراهان گرامی، میله گل سرخ تنها یک جشن بهاری نیست، بلکه آینه از فرهنگ، هویت و تاریخ مردم افغانستان است. این آیین طی سالیان دراز توانسته است ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی را از نسل به نسل دیگر انتقال دهند و نقش مهمی در حفظ میراث فرهنگی کشور ایفا کنند. از مهمترین ویژگی‌های این جشن ایجاد وحدت و همبستگی میان مردم است. در روزهای برگزاری میله گل سرخ، مردم از ولایت‌های مختلف با زبان‌ها، فرهنگ‌ها و قومیت‌های گوناگون در کنار هم گرد می‌آیند. آنان بدون توجه به تفاوت‌های قومی و زبانی در فضای سرشار از دوستی، احترام و همدلی روزهای بهار را جشن می‌گیرند. این همدلی پیام روشن از وحدت ملی و همزیستی مسالمت آمیز را به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد که فرهنگ می‌تواند پل برای نزدیکتر شدن دل‌های مردم باشد. از سوی دیگر این جشن نقش مهمی در حفظ فرهنگ و سنت‌های اصیل افغانستان دارد. بسیاری از آداب و رسوم، موسیقی‌های محلی، لباس‌های سنتی، بازی‌های بومی و هنرهای دستی در همین مراسم معرفی و زنده نگه داشته می‌شود. نسل جوان که شاید کمتر با این میراث آشنا باشند، از طریق چنین جشن‌های با تاریخ و هویت فرهنگی کشور خود ارتباط برقرار می‌کنند و اهمیت بازداری از آن را درک می‌کنند. میله گل سرخ همچنین فرصت مناسب برای معرفی هنرهای دستی افغانستان است. صنعتگران و هنرمندان از ولایت‌های مختلف آثار خود از جمله قالین، گلیم، گلدوزی، سفالگری، زیورآلات سنتی، لباس‌های محلی و دیگر صنایع دستی را به نمایش می‌گذارند. این نمایشگاه‌ها نه تنها سبب حفظ هنرهای سنتی می‌شود، بلکه زمینه فروش محصولات و حمایت از هنرمندان را نیز فراهم می‌کند. از نگاه اقتصادی این جشن تأثیر قابل توجهی بر رونق بازارها دارد. با افزایش حضور مردم و گردشگران، فروشندگان مواد غذایی، شیرینی‌های محلی، صنایع دستی، پوشاک سنتی و سایر کالاها درآمد بیشتری کسب می‌کنند. هتل‌ها، رستوران‌ها، وسایل حمل و نقل و بازارهای محلی نیز رونق بیشتری می‌یابند و این امر به بهبود وضعیت اقتصادی بسیاری از خانواده‌ها کمک می‌کند. گردشگری نیز از دیگر بخش‌های است که از برگزاری میله گل سرخ سود می‌برد. این جشن هر سال شمار زیاد از بازدید کنندگان داخلی و در سال‌هایی که شرایط مساعد باشد، گردشگران خارجی را نیز جذب می‌کنند. آنان علاوه بر شرکت در مراسم از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی افغانستان دیدن می‌کنند و با مهمان نوازی مردم این سرزمین آشنا می‌شوند. این امر می‌تواند تصویر واقعی و زیبای از افغانستان را به جهانیان معرفی کند و زمینه رشد صنعت گردشگری را فراهم سازد. با این حال میله گل سرخ با چالش‌های نیز روبرو است. مشکلات اقتصادی، کاهش امکانات گردشگری، کمبود زیرساخت‌های مناسب، آسیب‌های زیستی محیطی، مهاجرت و کاهش توجه نسل جوان به برخی سنت‌های اصیل از جمله عوامل هستند که می‌توانند بر کیفیت و تداوم این جشن تاثیر بگذارند.
برای حفظ این میراث ارزشمند همکاری همگانی ضروری است. دولت، نهادهای فرهنگی، رسانه‌ها، مراکز آموزشی، هنرمندان و خود مردم باید دست به دست هم دهند تا این آیین باشکوه برای نسل آینده نیز حفظ شود. ثبت، معرفی و ترویج این سنت، تولید برنامه‌های فرهنگی، حمایت از هنرمندان و توسعه امکانات گردشگری از مهمترین اقدامات است که می‌تواند به تداوم این جشن کمک کند. میله گل سرخ تنها جشن شکوفایی گل‌ها نیست، بلکه جشن زندگی، امید، صلح و همبستگی مردم افغانستان است. این آیین نشان می‌دهد که مردم این سرزمین با وجود همه دشواری‌ها همچنان فرهنگ، طبیعت، زیبایی و ارزش‌های انسانی را گرامی می‌دارند و در حقیقت حفظ هویت ملی و انتقال میراث گرانبهای نیاکان به نسل‌های آینده است. بینندگان گرامی، سپاسگزاریم تا پایان این برنامه همراه ما بودید. بیایید همه ما در حفظ فرهنگ، سنت‌ها و میراث ارزشمند کشورمان سهم بگیریم. تا دیدار دیگر در برنامه رسم و رواج‌های افغانستان، شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. ادبستان، یادآور آداب گفتار و نوشتار درست. درس‌های مختصری از دریای بیکران ادب فارسی و زودی از رادیو کتاب. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.